بچه‌ها چطورید؟ با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. صبح که میزنی همچین بیدار میشی. دیشبم کم خوابیدم، الان دارم میرم پیش کوهیار بریم از دامپزشکیش و پتشاپ دارن، هم دامپزشکی هم پتشاپه. دارم میرم غذا برای سیمبا بگیرم، غذاش رو اتمامه. دیشب کم خوابیدم، داشتم ویدیو اون یکی چنل رو ادیت میکردم. فکر میکنم دیگه آخرین هفته‌ای باشه که هودی برتن میکنم. الان هوا یه جوری زور گرمه، صبح سرده، شب سرده، زور گرمه. هودی هم یه لایه فقط پوشیدم. فصل موتور رسیده، خدایا زمستون تموم شد، خدایا. آخی داداشمون داره دکل هم میکنه موتور. بیدرشید راهپیمایی روز قدس ها، باید برید اسرائیل رو نابود کنید، به زانو در بیارید. بابا این تونل چرا همیشه شلوغه؟ سرویس میشه، هم احساس خفگی میکنم. تیشرت پوشیده.
داداش تیشرت پوشیدی ریختی بیرون ها خوبی؟ میگم تیشرت پوشیدی ریختی بیرون گرمه من دو دل بودم جان گفت ما آخر بالا شهر میایم اونجا برفه برف سرد آره از دفعه بعدی دیگه ببین اینم حتی ببین آستین بلند پوشیده آستین بلند پوشیده آره رابینه خب پاسدارانه دیگه همون گفتی بالای چیزه بالای کبیره همت بریم بریم راهپیمایی بریم آقا ببین ما مسیر پاسداران رو انتخاب میکنیم همت از همت میریم راهپیمایی تو اصلا رنگت اسرائیلیه رنگت اسرائیلیه رنگ آبیه دیگه نه داداش من سیدم من سید مستضعفینم خب بریم تو میخوای برو تو جلو برو با هم بریم تو گاز نمیدی نه من چیز نمی کنم چون یه ذره تازه شاید عوض کردی و اینا هنوز کار درست رو تو میکنی ها آره آره بریم آقا همت برو بریم دختری رو به لرزه در میاره کاش من دختر بودم از خوشگویی رو میدیدم ماشاءالله ماشاءالله بچه ها قوی بعدیه بابا برو بعدیه دیگه این که حکیمه چه خلوته اینجا زندگی بی موزیک حال نمیده اینو برو دیگه انشالله اینو داری میری بابا اینو بیا کجا میری آه ترسیدم بکردم نرفت یه جور اینه کریس رونالدو رفت اون بر نگاه کرد اومد این بر قشنگ داریم به تظاهرات بچه کاتی داره ولی حالا جدا از شوخی دارم میگم
چشم آقا گویار برو بریم. بریم یه سر به کویر بزنیم، بریم بگیم آقا چرا انقدر زدیکسو گرون میدی نامردا. دهنت سرویس چقدر یهویی بچیدی. حالا اومده بودم فکرم داره یه ورودی و خروجی دیگه میره. وای اینجا مسکونی منم احساس عذاب وجدان گرفتم با صدای این لکنتره. او بریم تو. دیگه خودش اومد تو، منم اومدم تو. من اینجا قبلا اومده بودم. ایرانیانش اومده بودی؟ نه بابا همین بود. آره نه همین بود دیگه. نه ببین منظورم اینه که این مکان اومده بودم عوضش کردید. ایرانیان بوده قبلا. آها 11 سال ایرانیان بوده. خب همون پس 2 ساله شده مانو. نه همون اون موقعی که ایرانیان بوده. مانو کنی چی؟ آره من اینجا رو منظورم اینه که خودشو کلن اومدم. خب آقا بچه ها هر کی پت داره بیاره اینجا، یکی از بهترین ها و مجهزترین هاست. چون اون دفعه هم که اومدم ایکس ری از یه اسکاتیش فولد میخواستیم ایکس ری و اینا بگیریم برای استخون و مفاصلش و اینا. گرمه برای سویشه. گرمه منم داره گرم. صبح سرد بود خداییش، یعنی صبح یه ذره سرد بود. باد میخوره خونه. آره دیگه امروز آخرین روزیه که میپوشم. بریم یه دونه هایپر، من هیچی نخوردم، یه شیر کاکائو بگیریم. یه کلوچه آوردم نصفش میکنیم. در حدی هست که دستکش دست کنم یا نه دیگه؟ نه همین مثلا 300 400 قدم بالا. خب برو بریم. من عضو میخوام پیشا پیش. برو برو. پیش به سوی یک شیر کاکائو. کات بازوات حال خوبه. این هیروود میری تمرین؟ هیروود میری تمرین؟ تمرین میکنی؟ نه اصلا؟ چه سال تمرین؟ یوگا؟
سلام علیکم. سلام قسم. من یه دونه میلک شیک بزن. میلک شیک بزنیم دیگه. امروز روز چیته دیگه. برای من تو که چیز نه دیگه. چی بردار دیگه. من میخوام یه دونه لایف بردارم. نه هر چی میخوای بردار. زندگی نمیخوای برداری؟ میلکشیک استرابری. اون صورتی باز. برای روحیاتت هم خوبه. اصلا اینجا بذاریم. نه بابا اون دفعه تو حساب کردی دیگه. برو بابا. کل خرید خونم بودین دیگه. دست شما 1385. چرا؟ مرسی خانم. نمیدونم واقعا بچه ها. آقای رضا. آقا مرسی. خداحافظ. کوهیا لبخند لبا اومد به قرآن صبح جمعهش اوه. یه بار نخندیده. الان اینجوری تو رو دیده بود نیشش وا شده. من کلا آدم تو دل برویم خاطر اونه. خب بریم تو سایه همونجا بشینیم. همش میشه تو خاطره. هم مانتت نمیذاره این کامل بچسبه، هم مانتت برعکسه. یه چیزی خریدی که فقط میاد جلو چشه. یه زاویه. نه اونو که رمی جدا کردم. یه دونه اکستند زدم. همینو؟ نه برای اون برای ایکسه اون ایسه. میاد جلو دیگه. میخوام عدالت رو حفظ بکنم. یه جوری بگم هر چیشو کردم. اینقدر می‌خوای با سیگار بزنم. اینقدر اینجوری تو میخوای بکنی که برای اول از یه جوری آخه تا میشه این بیشتر چیز داره زنی